برای حمایت از اون سفره‌های کوچیک مردم، برای حمایت از اقتصاد ملی، برای حمایت از اقتدار بین‌المللی ما. چای که قاچاق وارد میشه این مشکل داره که متاسفانه به صورت کنترل نشده و مواد خام داره. این یکی از مشکلات و معضلاتی است که بخش عمده این اراضی داره کاربریشو داره عوض میکنه متاسفانه. اگه این بخواد بشه فاجعه بزرگ تا همین منطقه نزدیک 300 هکتاره یک 40-50 هکتار است که این آقایون دارن بقیه همه رو ول کردن. توزیع ثروت در مثلا هم اعتقادات دینی ما هم مثلا سیاست اقتصادی طبیعتاً به این معنی نیست که کسی رو بریم به زور از جیبش پول در بیاریم یه جیب کسای دیگه بریزیم. بس مجموعه سیاست هاست که معطوف باید به این بشه که کلاً شکاف‌های طبقاتی شدید پیش نیاد، بخش میانه فربه بشه تا شما بتونید به مستضعفین کمک بکنید. ولی وقتی اگه جامعه بیش از 50% ریزش پیدا کنن به سمت قشرهای فروده است، اصلا امکان نداره که دولت بتونه به قشرهای مستضعف کمک بکنه. هم چیزی که الان داره وجود میاد. خب اگر بخوایم این آمار رو عوض بکنیم، اون قشری که تعیین کننده ترین هست کیا هستن؟ من به ذهنم میاد که معلمان. ولی اگر خود معلم امیدی نداشته باشه چی؟ سوال اساسی این هست. من میخوام بگم که سرمایه گذاری روی معلمان سرمایه گذاری برای امیده، سرمایه گذاری برای تحوله. ما هر چه بخواهیم در این کشور انجام بدیم، هر امیدی داشته باشیم، هر چیز خوبی که آرزو کنیم برای ملت ما از طریق معلمان میگذره. شما با این گروه مرجع چیکار میکنید؟ چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ آیا در جهت بالا بردن منزلت اونها، حل مشکلات اونها و آزادی اونها از ترس و رهایی اونها از نیاز دارین حرکت میکنین یا در جهت ترساندن اونها؟ Beyler baba, çektirmeni getirdin. Yurdumuza, yuvamıza getirdin. Azərbaycan həmişə sabit edib ki, piş qədəmdir, həssas mövqelərdə. Və bihudə deyil ki, rəhbər müəzzəm inqilab deyib ki, Azərbaycan İranın başıdır. İranın başıdır. یار امام حامی مستضعفان و امید ملت قهرمان ایران مهندس میر حسین موسوی می‌نوید صلی علی محمد یار خمینی آمد. نام ایرانی و نام ایران باید باز هم با تکریم و احترام در سراسر جهان باید به کار برده بشود نیست مگر اینکه نشان بده که بالاخره کشور خودمون رو دوست داریم، کشور رو دوست داریم، آویزانی در این کشوره، در این خاکه، در این فرهنگه.
ارزش‌ها، یعنی همه میراث تمدنی ما، ایران بزرگ، ایران دوربین رفتن بسازن صبر کنید هر وزیری در وزارتخانه خودش واقعا بین خودش و خدا خودش را موظف بدوند به اینکه اون پرسنل اونجا را هر کس در تحت نظر او هست اونها را بسیج کند به اینکه با مردم رفتار خوب بکنند. سخنم